دادا مهمونی امروزه آمده پای قدم نکرد. شرمنده شد و برآمده رفت. چی مهمون؟ چه مهمون؟ شرمنده شد گفتی؟ همون جوانی که 3 روز پیش همراه 3 موی سفید آمده بود کو؟ من خودم او را دعوت کرده بودم. کو وای؟ من دادا وای نقص پیشواز گرفتم، در خانه خودتون جای کردم، دست در خون کشودم. همین وقت بود که کلینی کلانیتون از کیم کجا آمد و غوغا برداشته او را پیش کرد. کلینی کلانی؟ ها کی شد دیگر؟ کو فریاد کن وای کلینی جنجالی تا کلین لبای اینجا بیا کو کجایی تو؟ ها چی شد؟ ای امک شما دوزده مونده پایش رو نگیرید. من مهمانتان رو پیش نکردم، با خدا که پیش نکردم. دروغ میگوید، روی شوشیو میکند این مشرف. صغیره وای مهمان رو پیش کرد. ها تو چه ایمه رو میگیری گفته مهمان رو با سنگ زد، همه ای تریزه ها رو شکست، حولی رو خاک پاشک کرد. باور نمیکنید انا رفته تریزه ها رو بینیده، همه شکستگی. این رو یک من نه همه دیدن. توبه کردنه در این خانه من روز ندارم. اینجا بیا. چی گپی که شود باری من میکنن؟ اینجا بیا میگو. در این خانه نخوردگی بیرون را. فقط زن. اینجا بیا. بر پدرت لعنت. اینجا بیا. اینجا بیا میگم. نزنید او رو، وای گناه ندارد. نزنید دادا، نزنید میگویم. نزنید او رو آخی، وای گناه ندارد. اکی نعمت الله خان لبای شما را میپرسم. رو بچه بوزی کن. امک بچم اینجا بیایید. چگه پسرم؟ نبیرتون را خودتون نگاه کنید، خودتون سرشته کنید. نشونیدم چی گفتی؟ من میگویم که انا همین بچه رو به خونم نمیبرم. او وای فرزند خودت کو؟ خواهرش هم اکنون فرزندت میشود. و این چی میشود؟ تو اونها رو سرشون رو سیده کن، ثواب میگیری. و این کارت خوب نیست بچه؟ غم مرا نخورید. فرزندای خودم هستند، به دنیا میارزیدگیند. فهمیدید؟ میشگونه جانگیر بچیم او در وقتش سودا مونی که نبود کو بچیم؟ آخر تو میدونیستی چه کو سودا؟ وای زنه کودک دار است. مایلش من زنم رو با دخترچهش میگیرم. باز چی میخواید؟ اوه بچیم کودک رو از مادرش جدا کردن او بال است بچیم. او کودک زیخ میشود. هیچ بالون نمیزند. من این بچه رو نمیگیرم. عبدالشکر بچیم باز چی؟ اون کودک عالمکور نه یک برده نان بوده است دختر. وای شکر زمانه سری پوری ارزانی تو ضرر نمیبینی. وای باور کن وای دستیارک شده مونده است. اما گپ درباره چی خوردن و نخوردن کودک نمیرود. شما ما رو کی خیال کردید؟ کی خیال کردید؟ مال و دولتی که من دارم به همه اهل قشلاق گل خیری میرسد. مرا طعنه نزنید. این مردم چی میگوید؟ مردم قشلاق زنی به کودک را گای گوساله‌دار میگوید. باز کی عبدالشکر گای گوساله‌دار آورده است. باز این پسرش یک کثافت جنگره. بس کن، تو بچه من کثافت جنگره نگوی، فهمیدی؟ حق نداری. رفتیم بچه من به تو به هیچ کجا نمیروم. رفتیم. تاجدی اینجا بیا. گوش کن. آمده در سری روانات کار رو رسوا کردید. این جنجال رو باید پیشتر حل میکردید. این نخواهن اختیارشون. مال و ملکی مرا همش رو برگردونن. من از راه نیافتم. آب داده باشم اکنون روغن میگیرم. ایستا عبدالشکر، تیز نشو. گردن شیطان شکن و از راحت برگرد. میرویم. چورپایی کیم کدام ستنگ را من به خانه برده بانی نمیکنم. من هم مرد، من هم ننگ و ناموس دارم. عبدالشکر آخر وای زن نیکویی خودت وای با تو بیگانه نیست و در فرمان خودت. سه من نشو. در را مصلحت کن با یک خلاصه بیاید. با یک دو گفتن زندگی پیش نمی رود. اگر اکی کلانی شاه نظر می بود یک جنجال سخت می شد.
دخترم نه نگوید راضی شوید به جای خوب میافتید روزی نیک میبینید دخترم مردم به ما چی میگویند راضی شو ها گوید اپا جان التماس خدا و شکر گوی مشرف اینقدر ناز نکن بیوه که بو شدی بیتون چه باشی راست دخترم خدا خواهد خوشبخت میشوی غم بچه هایت رو نخور من حالا زنده آنها رو خودم نگاه میکنم همین طور نه؟ ها؟ амак ман ҳам шири одам хӯрдам ақл дорам ин бача агар дар хонаи шумо ҳам бошад хурду хӯроку сару либосаш ба гарданам баъд қишлоқи мо он қадар ҳам дур нест бигзор дар як рӯз очааш агар хоҳад 10 бор омада рафтан гирад ман намекунам мефаҳмам агар пеши бачаат нарав гӯям рӯям сиёҳ бод ба ман бовар кунед من روزی تو بچه جانم در خانه بی بیاد مون میلش من هر روز آمده تو رو خبر میگیرم میلش اوچا مرا نبردویدم روی خود بره من به شما چی کار میکنم